سلام دوستان، امیدوارم خوب باشید. با سری آموزش‌های گرافیک کامپیوتر در خدمتتونم. امروز میخوام درباره مودیفایر لیت توی تیردی مکس براتون صحبت کنم. ببینیم با مودیفایر لیت ما میتونیم چه چیزایی مدل سازی کنیم. من قصدم که براتون این حالت لوستر رو مدل سازی کنم امروز که عکسش رو اینجا گذاشتم و براتون توضیح بدم که سیستم مودیفایر لیت چجوری داره کار میکنه و ما چجوری میتونیم بهترین بهره برداری از این مودیفایر انجام بدیم. ببینید دوستان، مودیفایر لیت بر اساس چرخش کار کنه. یعنی شما یک شکل دو بعدی رو که الان شکل دو بعدی من اینجا این نصف لایته که کشیدم، این نصف لوستر رو بر اساس یک شکل دو بعدی که الان این خط هست، الان که من اینجا خطچین کردم، میتونه براتون دوران کنه دور این 360 درجه بچرخونه که ما به این خطی که این شکل دورش میچرخه بهش میگیم آکس، که اینجا من توضیح دادم در هندسه یا فیزیک محور دوران یا حرکت مرکزی که اون چرخش صورت میگیره بهش میگن محور چرخش یا بهش میگن روتیشن آکس. حالا ما برای اینکه بخوایم یک شکلایی که بر اساس چرخش شکل میگیرن، مثل این ستالایتی که آوردم اینجا رو شما بخواید مدل سازی کنید، شما اولین چیز مهم اینه که شما بتونید نصفی از اون شکل رو بکشید و مسلما چون من دارم اینو از زاویه روبرو میبینم، یا میتونم از طریق فرانت بیام این کار کنم، یا از لفت یا از رایت، از یک کدوم از این پرسپکتیوا، یا مثلا از بکم میتونم. ولی من بهتون پیشنهادم اینه که بیشتر موقع شما تو ویوپورت از توی فرانت شروع کنید کشیدن، چون موقعی که از تو فرانت شروع میکنید کشیدن خیلی از این گزینه هاش مثلا گزینه بلد کد که یکی از آپشن‌های مهم لیته که شما اینجا دارید میبینید، من عکسشو گذاشتم، بلد کد براتون درست عمل میکنه. خب ببینید، موقعی که من بیام نصف اینو بکشم، تیردی مکس نمیتونه حدس بزنه که شما دقیقاً از کجا میخواید محور چرخشتون باشه. به شما که میگه که شما میخواید از کمترینش بچرخونم، یعنی جایی که دیگه خط چرخش اینجا تموم میشه. میبینی میگه میخوام اینجا بچرخم که به این حالت میگن حالتی که تو داری رو مینیمم کار میکنی. یا به تو میگه میخوای برات نسبت به وسط بچرخم، میگه داری رو سنتر کار میکنی. یا میگه حالت چی خارج از خطی که کشیدی، یعنی دیگه خارج از خط ما میشه اینجا، میگه برات حالت ماکسیمم کار کنم. پس این مینیمم و سنتر و ماکسیمومی که شما دارید تو مودیفایر میبینید، کارش اینه که به شما بگه این خط آکس دورانش، محور چرخشش کجا باشه. ببین این مثال شما روی درای واحدهای خونه هاتون میبینید که در واحد نسبت به لولا میچرخه. اگر نسبت به وسط بچرخه که اصلا سیستم در فرق میکنه. بنابراین این محور چرخش تو لیت خیلی مهمه، چون اساس لیت بر اساس این محور چرخش میگرده. خب ببین موقعی که این محور میچرخه، مثلا فرض کنید معنا میگن نسبت به مینیمم بچرخه که میشه این نقطه باید توی فرایندی با باقی نقاط جوش بخوره که یه گزینه‌ای ما اینجا می‌بینید به نام ولد کور که کارش همینه. من الان براتون اینو توی تیردی مکس میبرم مدل سازی میکنم، اون موقع میفهمید که تمام این گزینه‌ای که اینجا دقیقاً کاربردش چیه. حالا بخوام موقعی که ما می‌خوایم اینو ببریم برای تیردی مکس، ما میتونیم یه کاری کنیم. ما میتونیم بیایم مکسمون رو باز کنیم، این مکسمونه. حالا من یه لحظه مکس رو کوچیک‌ترش میکنم، این برای خود میکشمش این بر توی افسران نگاه میکنم، میتونم با گزینه ماکسیمایز ویوپورت تاگل یا شورتکاتش آلت دبلیو میام روی این شورتکات آلت دبلیو میزنم، این باز میشه. میتونم برم یه پلن بکشم اینجا، یه سطح دو بعدی بکشم، حالا F3 بزنم. اگر F3 رو کامپیوتراتون رو لپتاپاتون کار نکرد، رو لپتاپ یه گزینه‌ای هست به نام FN، یه دکمه‌ای هست به نام FN رو نگه دارید، F3 و F4 رو کار کنید، چون F3 میشه حالت وایر فریم، دوباره F3 خاموش کنید میشه حالت شید، F4 میشه وایر فریم اسمودن هایلایت یا ایج فیس گذاشته تیردی مکس اسمشو، دوباره بردارید میشه حالت چی شید. که در اصل من دارم این گزینه‌ها اینجا رو تغییر میدم. ببین اینجا حالت دیفالت شیدینگه، میتونم بذارش رو حالت چی، رو حالت مثلا لاین باشه، فقط به صورت خطی برام نشون بده، یا وایر فریم باشه. ولی شما همیشه باید بذارید رو حالت دیفالت شید. ولی این کاری که بهتون میگم، من موقعی که اینو بکشم، ببینید من الان عکس این همین لوستره رو میارم که میخوام روش کار کنم براتون. من عکس این لایت رو براتون آوردم
ببینید این عکسی که من الان آوردم، من این عکس از اینترنت ذخیره کردم آوردم. این پایین به من داره میگه این عکس 1525 در 1422. خب من این عکس رو میتونم دکمه سمت راست بزنم، اینجا گزینه‌ای انتخاب کنم که توش به من بگه که دقیقاً فایل اینفو این سایزش چقدره. به من داره میگه که تو طول و عرض دقیقاً اینه. اگر این پایین نمایش نداد اینطوری هم که، یا اینکه فکر کنم روش بتونید آلتو بگیرید با اینتر بزنید میاد، آلت اینتر بزنید این گزینه میاد. خب من یه عکس میکشم 1252 در 1422. این پس میارمش این بر اینو من میام اینجا تو مودیفای، میگم که تو ارزش 1525 1422 هم ارزش. حالا شما دقت کنید این درسته، این الان خب نسبت به دوستر خیلی بزرگتره، نمیشه 14 متر میشه. بعد ما درست میکنیم عکسی که داریم و الان من این عکسی که اینجا دارم و این عکس دیگه، این عکسی که دارم و میکشم میندازم روی میافته. ببینید دوستان، ببینید دقت کنید، من کنترل زد میذارم اینجا، نیایید این عکس رو اینجا این عکس رو ولش کنید، چون اینجا پیغام به شما میده که میخواید تو ویوپورت بک‌گراند بیارم یا تو اینورد مپ بیارم. نه، شما فقط بگیرید عکس رو بکشید روی اینم بعد حالت شیک باشه، اینجوری براتون میاره. بعد من میام اینو دوباره مکسم بزرگ میکنم که شما بهتر ببینید. خب من این عکس رو آوردم، دارم از فرانت هم نگاه میکنم، این لوسترا رو میکشم، یه لاین برمی‌دارم از دستور لاین میرید تو دستور کرییت شیپ، لاین رو برمی‌دارید، میتونید لاینتون رو خودم ضخامت بدید، یه دونه اول بکشید. خب خوبه، حالا من رنگشو سفید میکنم که شما بهتر ببینید. خب خوبه، من میتونم بیام اینجا شیفت رو میگیرم، میام اینجا خط هم میکشم. با شیفت ما میتونیم تو خط بر اساس 90 درجه بکشیم. خب خوبه، دوباره میارم اینجا کلش رو میتونم یه تیکه بکشم. حالا بعداً فقط شاید تو متریال ایش یه خورده سخت بشه که ما درست کنیم. اینجا رو میتونم بیام اینجا یه نقطه اینجا بزنم، یه نقطه اینجا بزنم، یه کوچیکم برم تو، تقریبا نصفیشو دارم کشیدم. خب میام برم تو مودیفای لاین ورتکس، شروع میکنم اینا رو مرتب کردم. دکمه سمت راست بیزیر کورنر، میام بیزیر کورنر رو اینجوری میزنم، این بیزیر کورنر اینجا میشه. خب اینا دیگه بیزیر کورنر نمیخواد، یه ذره خطمو ضخامتش کمتر میکنم. خب میام ورتکس، دستور فیلت، یه دستور تیردیمکس توی لاینه که کار فیلت رو انجام میده. فیلت کارش گرد کردن، میای روش موس رو به سمت جلو و عقب میکشید، دکمه رو از موس ور نمیدارید، براتون میکشه. اینجا همینطور، اینجا یه ذره میزنیم که حالا دیگه الان این خیلی کمه، یه خورده بیارمش این مرتر، یه خورده فیلتش بدم. خب بهتره که از اینجا فیلت بدم که الان چون این خط خیلی نازکه خیلی کم میشه، من خود ضخامت خطمو کمتر کنم بهتر بتونم روی یه تیکه تسلط داشته باشم. دوباره میرم دستور فیلت، میتونید اینم بکشید برید این برای که دستورها رو سریعتر بهشون برسید. فیلت. خب اینجا من نقطه اضافه گذاشتم، یه نقطه رو پاک میکنم، حالا یه نقطه اینجا دارم، این نقطه دوید این نقطه است دیگه، الان اینه کورنرش میکنم، دوباره فیلت میدم درست میشه. خب این از این برم بالا، این هم یه فیلت میدم، فیلت اوکی حله. حالا من میام اینجا دستور لیفت LATHE رو میزنید میاد اینجا. ببینید الان نسبت به مرکز کرده، F3 رو میزنم نسبت به مرکز چسبیده، من اگر مینیموم الان دارید نسبت به مینیموم میچرخه، میبینید حالا نسبت به مینیموم میچرخه، من اینجا کم اومد. چرا؟ چون بخاطر که من اینو جابجا کردم یه خورده رفت اونور. الان اینو میذارم آخر کارو میبینم، ببینید این درست میشه، کامل درست میشه. اینجا میتونید بکشید یه ذره بزرگترش کنی ورتکس تو خوبه. حالا دقت کنید این به صورت مشکی داره اینو به شما نشون میده، یعنی من الان برم تو پرسپکتیو هم میبینید این لایت به صورت مشکی دیده میشه، توش درسته، بیرونش مشکیه. چرا؟ بخاطر که تیردیمکس تمام سعیشو داره میکنه که قسمتی که فقط سمت چش شما، سطحایی که سمت چش شماست رو محاسبه کنه. این کار کمک کنه که تیردیمکس دوبار موضوعات رو محاسبه نکنه،
هم توشو محاسبه کنه هم پشتشو محاسبه کنه. ولی چون اینجا الان سطحی من کشیدم ضخامتش صفره، اینو داره اشتباه محاسبه میکنه. ببین شما اینجا یه گزینه‌ای داریم به نام فلیپ نورمالز که فلیپ نورمالز رو بزنی این برعکس میشه، درست میشه. ولی اگه دوربین در پایین بخواد رندر بگیره این تو مشکیه. خب من یه مقدار زیادش میکنم سگمنتاشو، میام این موضوع رو حل میکنم. میام برای حل کردن این موضوع از یه مودیفای استفاده میکنم که خیلی کاربردیه به نام مودیفای شل، که شل کارش پوسته دادنه، ضخامت بهش میده. ببین الان ضخامت به داخل، بیرون، ضخامت به داخل. من میتونم بگم خب برای من یه سطح مثلا 0.5 بزن، 0 به قسمت و تقریبا تموم شد. این مدل سازی شد. اینو ما ساختیم. دوباره میرم فلان، حالا اینا رو مدل سازی میکنم. دوباره میتونی بگیری لاینو، یه بگی از اینجا به اینجا، به اینجا سریع، به اینجا، به اینجا، به اینجا. اینجا رو حتی که دکمه نگه داری با دست اینجوری آروم این کار کنی که اینقدر درگیر نشی. خب نقطه میام اینجا که رسید یه فیلت هم میدم اینجا، ورتکس فیلت. اینو سعی کردم با حرکت موس بکشم براتون. به این دکمه رو نگه داری رو موس حرکت میدی، موقعی که ورتکس رو زدید حرکت میدی. خب یه خورده این بهش اشتباهه، یه خورده من این جمع و جورترش میکنم. کافی این بیزی این نقاط رو بگیری حرکت بدی. حالا این خوب شد، حالا همین عالیه، این درست شد. این هم یه ورتکس فیلت میدیم، یه فیلت برای اینجا، یه فیلت هم برای اینجا. تموم شد. فقط کافیه چیکار کنیم؟ همین مودیفایر لیت اینو که اینجا داریم رو بکشیم بندازیمش روی این خط، خودش میده. شلش هم روش بگیریم بکشیم بندازیم روی این یکی لوستر تموم شد. فقط این خطش خیلی ضخیم شد. این خط رو خود نازکترش میکنیم، بالا رو میگیریم، یه خورده اینو من دستی میارمش جلو، یه خورده اینجا نازک بشه، اینجا یه خورده دستی خودمون بکشیم جلو، این بالاش نازک میشه، خوب میشه. این هم مال این یکی لایتر هم کشیدیم، بعد یکی این لایت کشیدیم، میریم لایت بعدی. حالا من میتونم مثلا همینو کپی کنم بذارم روی یکی که اینو ثابت نگه دارم، ولی دوباره براتون میکشم که راه دقیقاً بدونید چی میشه. اینجا میگیرم، میام اینجا، میام پایین. حالا دارم با شیفت میگیرم، شیفت یه نقطه اینجا. سعی کنید کمترین نقطه رو استفاده کنید. شما هرچی نقطه کمتر استفاده کنید راحت‌تر میتونید شکلتون رو کنترل کنید. به این معنی با کمترین نقطه این خط رو کشیدم. دوباره میام اینجا میگم تو یه خورده برو بالاتر، این فیلت بشه. اگر بخواید خیلی دقیق کار کنید، خیلی دقیق کار کنید، باید نقشه مهندسیشو داشته باشید این لایتو. ولی مثلا حالا میتونید عکس رو زیر دستتون، از زیر دستتون شروع کنید اینو کشیدن. بیزیر این میاد اینجا، خب یک کم میشه این برتر، این بیاد اینجا. دکمه سمت راست رو ورتکس بزنید، بیزیر کورنر بیارید بالا. اگر دیدید اینجوری تکون نخورد موستون رو بیان تکون نمیخوره، یه دونه روی میزنید رو گیزمو، میتونید اینجوری بیاریش بالا. اینه که بهتره حل. دوباره میام اینجا بیزیر کورنر، خب این بر بیزیر داره، این بر بدم دکمه سمت راست بیزیر کورنر، این بیاد اینجا، میان تکون نمیخوره. تکون نخوره یه دونه روی این بزنید، سریع موضوع حل میشه. بیاید اینجا، اینم بیزیر کورنر. اگر اذیت کرد اینطوری کنید پیداش میکنید. خب یه خورده روش حرکت کنید. دوباره اینو میگیرم، با کمترین نقطه دارم میکشم، انقدر این دوتا رو جابجا میکنم که نقطه اضافه نکنم. خب اینجا دوباره بیزیر اینه. حالا اگر دیدید خطتون خط من این اتفاق افتاد، اینجوری شکست افتاد دوش، یه دستوری تو لاین وجود داره. تو قسمت پایین لاین یه دستوری ما داریم به نام اینترپولیشن. حالا من جابجاش کردم آوردمش اینجا، ولی معمولا این اینجاست، یعنی معمولا آخرین دستور این پایینه. آداپتیو میزنی خودش برات خطتو بهینه میکنه دیگه. من آداپتیو میزنم بهینه میکنه. خب میرم اینجا لیت میندازم روش، منم دستور چی و شل نمیشه. بالا شما دیدید نازکه، یه ذره دستی دوباره چیکار کنید، این ورتکس ها رو بگیرید. خب اینو شو اند ریزالت آن آف تاگل رو بزنید که آخر کار دیده بشه. یه خورده خودتون دستی اینو اینجوری کنید که این یه خورده بزرگتر شه که بهتر خودش رو نشون بده. خب بیا حالا یه خورده کمتر که اینجوری بشه. خب این الان شد چی؟ الان شد 3 تا لوستر من. الان ببینید اینجاش یه خط افتاده،
میبینید دقت کنید اینجا لوستر خط انداخته، اینجا خوب نرم نیامده. من تو پرسپکتیو نگاه کنید میبینید اینجا این چی شده، خط افتاده. اینو انتخاب میکنید، ورتکس رو میزنید، گزینه ببینید در اصل میخوام روی این نقطه روی این ورتکس کار کنم. شو آنافتاگل رو میگیری، ورتکس انتخاب میکنی، میری پایین دستور چه انتخاب میکنی، تو قسمت جیومتری ها دستور فیلت رو میزنی، یک کم فیلت میدی. ببین الان یک کم فیلت میدم، ببین کاملا نرم شد. الان شد این سه تا کشیدم، این سه تا رو. خب تو همون سر جات قرار بگیر، اینجاست. خب یه دونه باکس میکشم، اصلا نگاه کنم، از این میکشم تا اینجا، میکشم جلو، پرسپکتیو زد. خب اینو میارم میذارم تقریبا این بالا قرار میدم، اینو هایدش میکنم، یا میتونی اصلا جابجا کنید، هایدم نکنید، تقریبا این میام. من خودم معمولا میام یه خط وسطش میندازم ببینم این دقیقا چجوریه. خب حالا این ستا رو میگیرم، تاپ نگاه میکنم، میگم تو بیا برو رو این خط قرار بگیر. میتونید با دستور الاین استفاده کنید، ولی حالا دیگه همینجوری هم میشه چون خیلی مهم نیست. اینم بیاد اینجا قرار بگیره، اینم بیاد اینجا قرار بگیره. این تیرمک دستوراش دو دست است، دستور کاملا پارامتریک و دستور کاملا چشمی. این از این، ولی کار ما هنوز تموم نشده با این لوستره. ما میتونیم انتخاب کنیم این باکس رو، بریم یه دستور دیگه بزنیم، چمپر کارش این که این لبا رو از این حالت تیزی در میاره. من میتونم بیام یه مقدار براش چمپر تعریف کنم، چند تا به سگمنت بدم. حالا به اینجاش نرم شد، حالا روش هم باید کار کنید روش نرم نشه، چون حالا ببینید اینجا سیاه داره میزنه، بخاطر که چمپر تمام تلاششو داره میکنه این سطح رو نرم کنه، اسموت کنه. من میگم نه، تو قسمت اسموت آتپوت میگم فقط اسموت کن چمپر اونلی، فقط قسمت چمپر رو تا میذارم درست میشه. الان میبینید این دقیقا صاف شد. این اینجا من کلش میتونم انتخاب کنم، گروپ کنم. حالا میتونید اس بدید روش، بذارید مثلا لوستر یا هر چی. خب حالا به من میگید شما که این لوستر من مثلا اینه، الان دیگه این لوستر من مثلا فرض کنید از این بالا تا پایینش مثلا چنم 60 سانته 50 سانته، من یه باکس میکشم به 50 سانت کنارش، ما هم سایزش رو درست کنم. میام میگم تو مثلا یه باکس مثلا 50 در 50 شو، یه باکس 50 فلان میکشم. این الان در اصل ببین چقدر بزرگه، بعد اندازه این بشه. میارم اینجا اینو میگیرم، میام تو دستور هریکیت افکت پیوت اوندی سنتر رو میزنم، اسنپ رو روشن میکنم، میگم تو بیا برو اینجا قرار بگیر. یعنی در اصل اومدم چیکار کردم، قسمت پیوت اینو آوردم روی این باکس، خاموش میکنم پرسپکتیو، حالا اسکیل میکنم، یه بار خاموش روشنش میکنم، اسکیل میکنم، تو بیا 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 تقریبا فلان نگاه کنم، تقریبا بیا اندازه این باکس قرار گرفته. این هم شد چی؟ این هم مرکزش دوباره درست میکنم، سنتر، خاموش، 0 پرسپکتیو زد. این هم دیگه اون میشه لوسترمون. حالا من لوستری مدل سازی کردم کاملا درست. بعدم میتونیم روش متریال بدیم، لایت بدیم، تو پروژه همون ازش استفاده کنیم. بیشتر این دستور ماهیت دستور لیت رو میخواستم بدونید که چجوری شکل دو بعدی حول یه شکل یه بعدی میگرده. دوستشم با دستور شل یه ذره آشنا بشید، چجوری شل بهتون پوسته میزه، و از دستور چمپر برای اینکه بخواید لباها رو نرم کنید استفاده کنید. بازم اگه هر سوالی بود میتونید تو کامنت هم من بپرسید، من همیشه سعی میکنم پاسخگوییم سریع باشه و بتونید شما رشد پیدا کنید. مراقب خودتون باشید، عالی باشید. تا ویدیو بعدی.